در گذشته در تاریخ تاجیکا در خراسان بزرگ یک تاجیک خراسانی برای پادشاه روم قدیم نامه فرستاد. پادشاه روم مسخره کرد، خندید به نامه تاجیک. گفت تو تاجیک تو میخوایی که برای من نامه بفرستی؟ تو چطور جرأت کردی؟ تو مرد نیستی، تو غیرت نداری. این پادشاه تاجیک یک نامه دیگه فرستاد اما شعر نوشت. من شعرشو به شما میخوانم. تاجیک می نویسه در نامه به پادشاه روم، میگه چو خورشید سعادت نمایان شود. چو خورشید سعادت نمایان شود، یعنی مثل آفتاب. بزرگی ما برای شما معلوم میشه مثل آفتاب که تاجیکا کی هست. بله. ستاره ز پیشش گریزان شود. از روشنی ما، از قدرت ما ستاره ها در آسمان فرار میکنن. من تاجیک هستم. میگه عقاب شکاری نترسد ز بوم. میگه عقاب از بوم، از دیگه پرنده ترس نداره. شاهین از دیگه پرنده ترس نداره. من تاجیک هستم. دو مرد خراسان، 200 مرد روم. میگه دو مرد تاجیک 200 مرد روم را بس است. 200 مرد روم نمیتونه در مقابل دو تاجیک استاد شود. و در آخر میگه اگر دست یزدان دهد رونقم، اگر خداوند میگه برای من کمک کنه و اسکندریه زنم بیرقم، میگه بیرق پرچم خدا به اسکندریه میزنم، به مرکز روم میزنم. ای بود ملت تاجیک، ای است ملت تاجیک، ای است عزت تاجیک. امروز شما افتخار کنین که تاجیک هستین. شما به سر بلند بگین که تاجیک هستین.